سلام دوستان، این خانم زیبا مهری خانم خوبی؟ ممنون، مرسی. مهری خانم مریض خوشگلمون از آلمان اومدن قبلا حدود 3 سال پیش و 4 سال یا 5 سال پیش 2 بار توی آلمان بیشون عمل کردن و یه سری مشکلات داشتن که خب چه خبر؟ خوبم، مرسی. 17 روز پیش ما عملشون کردیم و الان اومدن دیگه بعد از این نمی‌بینیم، البته قراره ببینیمشون تو آلمان دعوتشون کردن و بینیشون. حالا همچنان که دوستان می‌بینید الان یه بینی صافیه ولی عکسای قبلشون می‌ذاره یه بینی کجی بود که این پرده بینی به شدت پایین بودیم، بالا بود که این لبه رو شیر کردیم و بالا دخترم اوکی کافیه و تو نیمروخشون هم یه سری اشکالات داشت که الان خب بسیار زیباتر شد. البته گفتم 17 روز عمل شدن و هنوز حالا باید منتظر نتیجه باشن. خب یه بار از بینی تو خوشگل‌تر شدی؟ تنفس هم بهتر شده؟ تنفس که عالی شده، خوشگل‌تر که طبعا 100%. آره. و آره ولی گفتم که هنوز هم حالا این نتیجه اولیه است، حالا باید منتظر. البته گفتم از دنده‌شون برداشتیم چون 2 بار توی آلمان برای دیگه هیچ وظیفه باقی نمونده بود و حالا با توجه به عکس‌ها و فیلم‌های قبل از عملشون که نتیجه راضی کننده است. البته بازم نظر خودشون رو راجع به ظاهرش، راجع به تنفس، راجع به تغییر کرده دیگه. آره تنفس عالی. اصلا از روز سومی که اون آره در بردم مش اصلا من نداشتم. من فکر کردم مش دارم ولی اون بود. من فکر کردم نمیشه از بینی نفس کشید و من چطور تماس گرفتم نه شما مش نداریم. من اونو در بردم گفتم تنفس عالی. باور کنم. ظاهرش هم که خوشگل‌تر. ظاهرش هم که بهتر و بهترم میشه انشالله. هستن که همین الان انشالله. یه دنیا ممنون از زحمتتون، از اینکه من دوباره میتونم تنفس کنم. این مهمترین چیزی هستش که میخواستم. اول تنفس رو بهم برگردونم، بعد اون ظاهر زیبایی بینی. مرسی، زنده باشین. یه دنیا ممنون. با همدیگه خداحافظی. خدا نگهدار.